به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست سکوت صدای امروز رو با کتابی زیبا و شیرین شروع میکنیم به نام سیزارتا. نویسنده هرمان هسه هستش و ترجمه امیر فریدون گرگانی هست این کتاب و در سال 1392 توسط ناشر انتشارات جامی در تهران این کتاب چاپ شده. این کتاب بسیار زیباست، جملات قصار خیلی قشنگی داره که امیدوارم که خوشتون بیاد، تهیه کنید و تا انتها بخونید. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با هم کشفش کنیم. ابتدا نوشته کوتاهی در مورد معرفی کتاب برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم ورق میزنیم. لطفاً با من همراه باشید. هرمان هسه متولد 1877 و درگذشت 1962 نویسنده آلمانی سوئیسی، برنده نوبل ادبیات است. سیزارتا به تحول معنوی یک مرد هندی برهمن می‌پردازد و ماجرا مربوط به دوران هند باستان و همزمان با بودا سده 6 است. سیزارتا پسر برهمن یا برهمن، من فکر می‌کنم برهمن زیباتر خوندنش. سیزارتا پسر برهمنی است که از درس‌های پدر و فرهیختگان روحش اقناع نمی‌شود و آرامش به دست نمی‌آورد و برای یافتن خویشتن خویش تلاش می‌کند. او پی می‌برد که آموزش کافی نیست و باید خودش جستجو کند و راه را طی کند و بر خویشتن خویش چیره شود. سیزارتا پس از سالها ریاضت زندگی مادی را هم تجربه می کند و می فهمد که زندگیش را بیهوده سپری کرده و می خواهد به حیات خود خاتمه دهد، ولی ناگهان به یاد کلامی در دعای برهمنان می افتد که او را به ادامه راه و رسیدن به کمال فرا می خواند. او خود راه رستگاری را پیدا و مراحل سیل و سلوک را طی می کند. سیزارتا نشان می دهد که راه را در شناخت خویشتن خود انسان باید پیدا کند و تمام جستجو در جهت خویشتن است. راه سیزارتا از خانه پدری تا رود است، یعنی سمبل طبیعت. سیزارتا هماهنگی جزء با کل و با وحدت است. هدف اصلی سیزارتا این است که به من زمینی غلبه کند تا خویشتن خود را بشناسد. در هر انسان دو گونه من وجود دارد: من ذهنی که قابل تغییر است و من دومی آنی است که با اولی ادغام است و من شخصی نیست، بلکه بخشی از خداست که در واقع خویشتن است که سیزارتا می‌خواهد به آن برسد. بخش نخست: پسر برهمن یا برهمن. سیزارتا برهمنزاده زیبا و دوست همسالش گویندا آنی از هم جدا نبودند. همه جا در سایه دیوارهای خانه، در آفتاب کنار رود، کنار قایق‌ها، در سایه اشجار رنگ پریده جنگل و یا در زیر درختان انجیر پیوسته با هم بودند و با یکدیگر دوران کودکی را می‌گذرانیدند. شانه‌هایش را آفتاب نیمروز کنار رودخانه، آن وقت که برای مراسم مقدس قربانی غسل می‌کرد و وضو می‌گرفت سوزانده بود. هنگامی که در زیر درختان انبه به بازی مشغول می‌شد و آواز مادر را می‌شنید و یا زمانی که به تعالیم پدر گوش می‌داد و با مردان دانشمند می‌نشست، دیدگانش را سایه‌ای ابر مانند فرا می‌گرفت. اینک دیر زمانی بود که سیزارتا در مذاکرات خردمندان شرکت می‌جست و با گویندا به مباحثه می‌پرداخت و با وی در فن تقویت و تمرین اندیشه و ممارست در تفکر همگام بود. اینک وی فرا گرفته بود که چگونه یا جان کلمات را در دل بگوید.
یاد گرفته بود که چگونه آن را در دل خود با فرو بردن و برآوردن نفس ادا کند. آن وقت روح پاک وی در پیشانی تابناکش درخشان می‌شد. اینک می‌دانست که چگونه فناناپذیری آتمان را در اعماق ضمیر خود بیابد. قلب پدر از مشاهده هوش و ذکاوت و ذوقی که سیزارتا برای فرا گرفتن دانش نشان می‌داد، به لرزه شوق می‌افتاد. وی می‌دید که پسرش روزی مردی دانشمند یا کاهنی عالی مقام و یا شاهزاده‌ای مابین برهمن‌ها خواهد گردید. سینه مادر از مشاهده نشست و برخاست و رفتار پسر و از نیرومندی و زیبایی و حاضر خدمتی وی و اینکه با آن همه لطف و رعنایی او را درود میگوید از شادی به تپش میافتاد. هنگامی که در کوچه های شهر با اندام بلند و باریک و دیدگان شاهوارش به راه میافتاد و سر پرنخوتش را بالا نگه می‌داشت، دلهای پریوشان را درد عشق فرا می‌گرفت. گویندا دوست برهمنزاده‌اش او را از هر کس دیگر بیشتر دوست می‌داشت. وی مفتون چشمان سیزارتا و صدای صاف و روشن و رفتار و رعنایی حرکاتش بود. گویندا آنچه را که سیزارتا می‌گفت و می‌کرد دوست می‌داشت و بالاتر از همه هوش و ذکاوت، افکار گرم و سوزان، اراده قوی و استعداد عالی او را می‌پرستید. گویندا به خوبی می‌دانست که سیزارتا یک برهمن عادی، یک مأمور تنپرور مراسم قربانی، ناطقی حریص و گوینده سخنان پوچ و سحرآمیز، سخنرانی از خود راضی و بی‌ارزش، کاهنی شریر و موذی و یا چون گوسفندی احمق در میان گله‌ای بزرگ نخواهد شد. نه، و گویندا خود نمی‌خواست که چیزی از این قبیل‌ها و یا برهمنی چون 10,000 برهمن دیگر شود. وی می‌خواست که در پی وی دنبال سیزارتای محبوب و باشکوهش باشد و اگر روزی سیزارتا جامه پادشاهی بر تن کرد و یا زمانی در حلقه نورانیان درآمد، آن وقت می‌خواست که برای او دوستی، مصاحبی، خدمتگزاری و یا نیزه‌داری باشد و چون سایه او را دنبال کند. سیزارتا را همه بدین گونه دوست می‌داشتند چون دیدار وی همه را شاد می‌کرد و خوشدل می‌داشت. اما سیزارتا خود خوشحال نبود. در میان راه‌های پر از گل و ریحان باغ و در زیر درختان انجیر می‌گردید. در سایه آبی رنگ درختان باغ می‌نشست و به تفکر می‌پرداخت و ساق‌های خود را هر روز برای مراسم کفاره غسل می‌داد. تقدیم هدیه‌های قربانی که در اعماق تاریک جنگل با آن همه لطف و زیبایی انجام می‌شد و آن همه مورد علاقه و عشق مردم بود، در وی نشاطی ایجاد نمی‌نمود. دیدن ستارگان درخشان، انوار جانبخش خورشید، جریان رودخانه باعث خیالات و افکار آشفته و بی‌تابی او می‌شد. مشاهده دود قربانی‌ها یا شنیدن ابیات روح پرور ریگودا که گاهی از خلال تعالیم برهمن‌های سال خورده به گوش می‌رسید، وی را دستخوش افکار و بیقراری می‌نمود. اینک تخم عدم رضایت را که در دل وی قرار گرفته بود احساس می‌کرد. می‌دید که عشق پدر و مادر و محبت گویندا او را پیوسته خوشحال نگاه نمی‌دارد و به وی صفا نمی‌بخشد و جام روح او را لبریز نمی‌کند. حال احساس می‌کرد که پدر بزرگوار و استادان فاضلش آنچه را که در چنته داشتند به وی هدیه و ارزانی کرده و آنچه را که از علم و دانش میسرشان میشد در ساغر روح او که تشنه فرا گرفتن بود ریختند. اما هنوز این ساغر پر و هوش و ذکاوت او راضی نشده و آرامشی در روح و سکونی در دلش راه نیافته است. کیفیت غسل و وضو را نیکو می‌دانست، اما این کارها مایه‌ای جز آب نداشت و نمی‌توانست گناهان را بشوید
و دلهای پریشان را راحتی بخشد. هدیه قربانی و تضرع به خداوند را پسندیده می‌دید، اما آیا این اعمال همه چیز را در خود نهفته داشتند؟ مگر اهدای قربانی سبب خوشبختی می شود؟ و اما خداوند، آیا به راستی این پراچاپاتی بود که جهان را آفرید؟ مگر این آسمان نبود که گیتی را به تنهایی خلق کرد؟ مگر این ایزدان گوناگون خود مخلوقی به صورت من و تو نبوده و آنها نیز فانی و گذرنده نمی باشند؟ بنابراین آیا هدیه قربانی به خداوند صحیح و ثواب و معقول و پسندیده است؟ اگر این قربانی ها و این افتخارات را به آتمان یگانه هدیه نکنیم، پس دیگر آن را به که میتوان تقدیم کرد؟ اما آتمان خودش کجاست؟ کجا منزل میگزیند؟ قلب جاویدانش در کجا به تپش است؟ مگر او در درون جان، در باطن، در ضمیر پنهان که هر فردی همراه دارد خانه نگرفته است؟ اما این جان، این باطن خود در کجاست؟ آیا این گوشت و استخوان و فکر و حواس، یعنی همان چیزهایی است که مردان دانشمند تعلیم می‌دهند؟ اگر آتمان در اینجا نبود، آن وقت در کجا یافت خواهد شد؟ آیا به راستی پوییدن این راه، به جستجوی خویش پرداختن، در طلب آتمان بودن دارای ارزشی می باشد؟ کسی این راه را نمی شناخت و چیزی از این مقوله نمی دانست. حتی پدرش، استادانش، دانشمندان و سرودهای مقدس نیز چیزی از آن نمی دانستند. برهمنها و کتب مقدسشان از همه چیز اطلاع داشتند و از همه چیز آگاه و در همه چیز وارد بودند. از خلقت جهان، اصل نطق و بیان، خوراک، دم فرو بردن، دم برآوردن، ترتیب حواس و اعمال ایزدان آگاه و از چیزهای بیشماری باخبر بودند. اما آیا دانستن همه این چیزها بدون دانستن آن چیز مهم بی همتا دارای ارزشی بود؟ بسیاری از ابیات کتب مقدس و از همه مهمترشان اوپاناشیداها، ساماوادا از این چیز درونی بحث کردند. در آنجا نوشته است که روح تو همه جهان است. میگویند هنگامی که انسان در خواب است، به باطن خود وارد می شود و در آتمان منزل می گزیند. گنجینه‌ای از خرد در این ابیات نهفته و دانش دانشمندان با زبانی سحرآمیز و چون شیر عسل صاف در این ابیات بیان شده است. نه، این همه علم و دانش را که برهمن‌های خردمند نسلاً بعد نسل آموخته‌اند، نمی‌توان بدین سهولت و آسانی به دور انداخت. اما کجا هستند آن برهمنان و کاهنان و دانشمندانی که موفق به کسب این همه دانش شده و سعادت به کار بردن آن را نیز داشتند؟ کجا هستند کسانی که توانستند در عالم خواب به آتمان برسند و آنها را در هوشیاری، در زندگی، در گفتار، در کردار و در همه جا داشته باشند؟ سیزارتا برهمن‌های عالی قدر و بالاتر از آنها پدرش را که مردی خردمند و محترم بود می‌شناخت. پدرش خود مردی شایان تحسین و دارای رفتار و کرداری نجیبانه بود. زندگی را با شرافت به سر می‌برد و سخنانش متین و ممتلی از افکار بزرگ و عالی بود. اما آیا حتی او که این همه می‌دانست و دانشمند بود، زندگی را قرین سعادت داشت و در صفا به سر می‌برد؟ مگر او نیز جوینده‌ای بیقرار نبود؟ مگر او پیوسته با شوق فراوان به چشمه‌های مقدس برای غسل و وضو نمی‌رفت؟ مگر قربانی نمی‌کرد؟ مگر کتب مقدس را از بر نمی‌خواند؟ مگر در مباحثات برهمن‌ها شرکت نمی‌جست؟ پس چرا حتی او که مردی غیر قابل سرزنش بود، بایستی هر روز
گرد گناه از خود بشوید و پیوسته خود را از نو پاک و مبرا دارد؟ مگر آتمان در روح او لانه نگرفته بود؟ مگر آن چشمه در درون قلب او نبود؟ مرد باید آن مرکز و چشمه را در نفس خود پیدا و تصاحب کند. بقیه همه جستجوی بیهوده، انحراف و اشتباه می باشد. افکار و التهابات و قصه های سیزارتا همه از این قبیل ها بود. وی پیوسته سخنانی را که کسی در چاندو یا اوپانیشادها گفته بود به یاد می‌آورد. در حقیقت نام برهمان ساتیان است و کسی که این را بداند هر روز به عالم نورانیان وارد می شود. این جهان بهشت‌آسای آسمانی به نظر بسیار نزدیک می آمد. اما او هیچگاه نتوانسته بود بدان دسترسی یابد و هیچگاه نتوانسته بود که آن آتش سوزان را از بین ببرد. در میان مردان دانشمندی که از تعالیمشان لذت می‌برد کسی نبود که بدین جهان بهشت‌آسا رسیده و یا آن آتش جاویدان را فرو نشانده باشد. سیزارتا دوستش را به نام خواند و گفت: گویندا، بیا تا به زیر آن درخت بانیان رویم و سر به جیب تفکر فرو بریم. به زیر درخت بانیان رفتند و به فاصله 20 گام از یکدیگر نشستند. هنگامی که خود را آماده می‌کردند که کلمه عمر را بر زبان آورند، سیزارتا این شعر را به آهستگی برخواند: عمر کمان است و تیر آن روح میباشد و آماج آن تیر برهمان است که در این کار اراده ای از خود ندارد. هنگامی که لحظات تفکر به سر آمد، گویندا برخاست. اینک تقریبا غروب شده بود و هنگام آن فرا رسیده بود که غسل و وضوی شب را به جا آورند. گویندا سیزارتا را به نام خواند، اما جوابی نشنید. سیزارتا در عالم اندیشه فرو رفته بود. دیدگانش در نقاط دوردستی خیره شده و نوک زبانش از میان دندانها نمایان بود. به نظر می رسید که نفس نمی کشد. بدین گونه نشسته و غرق در عالم فکر بود و به عمر می اندیشید و روحش چون تیری بود که برهمان را آماج ساخته باشد. زمانی پیش چند نفر مرتاض از شهر آنها گذشته بودند. اینان 3 مرتاض نحیف و ژولیده و سرگردان بودند. پیری و جوانیشان نامعلوم بود. با شانه‌های خونین، خاکالو، تقریباً برهنه و از آفتاب سوخته بودند. منزوی، ناآشنا، دشمن صفت و در دنیای آدمیان چون شغالان لاغری به نظر می رسیدند. آنان را حجابی ابر مانند از امیال خاموش، اعمال جانفرسا و نفی نفس فرا گرفته بود. هنگام شب بعد از آنکه ساعات تفکر و اندیشه به پایان رسید، سیزارتا به گویندا گفت: دوست من. بامداد فردا سیزارتا می رود و به ساماناها می پیوندد. می رود تا خود نیز سامانا شود. به شنیدن این سخنان رنگ از صورت گویندا پرید و در چهره دوست اراده و تصمیمی راسخ و استوار چون تیری که از کمان جهیده باشد مشاهده کرد. گویندا از اولین نگاهی که به چهره دوستش افکند دانست که حالات ساماناها در سیزارتا اینک به ظهور پیوسته است. وی دید سیزارتا راهی برای خود برگزیده و سرنوشت او شروع به تجلی کرده است و با سرنوشت سیزارتا سرنوشت خود او نیز شکل دیگری می‌یابد. آنگاه چون پوست خشک موز رنگ پریده باقی ماند. به فریاد آمد و گفت: ای سیزارتا، آیا پدرت اجازه این کار را خواهد داد؟ سیزارتا چون کسی که ناگهان از خواب گران بیدار شود به وی نگریست و به یک نظر روح او را برخواند و در آن تشویش و تسلیم مشاهده کرد. به آرامی گفت: گویندا، من بیهوده حرف نمیزنم. فردا با برآمدن صبح زندگی را چون یک سامانا آغاز خواهم کرد. بگذار تا از این مقوله صحبتی به میان نیاوریم.
سیزارتا به اتاقی که پدرش بر روی حصیری زیبا نشسته بود وارد شد و به آهستگی در قفای او بایستاد تا آنکه پدر حضور وی را احساس کرد و گفت سیزارتا آیا تویی؟ بگو چه می‌خواهی و چه در سر داری؟ سیزارتا گفت ای پدر، آمدم تا بگویم که بامداد فردا خانه تو را ترک می‌گویم و به مرتازان می‌پیوندم. میروم سامانا بشوم. امیدوارم که پدرم با این کار مخالفت نکند. برهمن به حال سکوت بنشست. آنقدر بنشست تا ستارگان از کنار پنجره گذشتند و شکل و ترتیب خود را به صورت دیگری جلوه دادند. پسر به حال سکوت و دست به سینه ایستاده و پدر خاموش و بدون حرکت بر روی حصیر نشسته بود و ستارگان در آسمان می‌گذشتند تا آنکه بالاخره سکوت اتاق شکسته شد و برهمن به سخن آمد و گفت زیبنده و شایسته برهمن نیست که سخنان درشت و غضب‌آلود بر زبان آورد، اما بدان که دل مرا ابری از عدم رضایت فرا گرفته است، نمی‌خواهم که این درخواست را بار دیگر بشنوم. برهمن به آهستگی برپا ایستاد و سیزارتا به همان حال دست به سینه و ساکت باقی ماند. پدر پرسید در انتظار چه هستی؟ سیزارتا جواب داد تو خود می‌دانی که چه می‌خواهم. برهمن اتاق را در حالت عدم رضایت ترک گفت و به بستر خود رفت. چون ساعتی گذشت و به خواب نرفت از جای برخاست. به بالا و پایین قدم زد و از خانه بیرون شد. به پنجره کوچک اتاق نشیمن نگریست و دید که سیزارتا به همان حال دستها به سینه چون مجسمه‌ای به پا ایستاده است و لباس کمرنگ او در روشنایی ضعیف می‌درخشد. دلش را رنجی فرا گرفت و به بستر بازگشت. چون ساعتی دیگر گذشت و برهمن نتوانست به خواب رود، دوباره برپا ایستاد، به بالا و پایین رفت و از خانه بیرون شد و دید که ماه بالا آمده است. باز به پنجره نگریست. سیزارتا را دید که بی حرکت دستها به سینه گره خورده ایستاده و نور ماه بر ساق‌های برهنه او منعکس است. دلش را اندوهی فرا گرفت و به بستر بازگشت. ساعتی بعد بار دیگر بازگشت و پس از 2 ساعت همین کار را تکرار کرد و در هر بار به پنجره نگریست و سیزارتا را دید که در نور ماه، در نور ستارگان، در تاریکی در همانجا بدون حرکت ایستاده است. دلش را آتش خشم، تشویش، ترس و اندوه فرا گرفت. در ساعت آخر شب قبل از سپیددم بازگشت و به اتاق نشیمن وارد شد. دید که آن جوان به همان حال برپا ایستاده است. وی در نظر پدر بلنداندام و بیگانه وارد آمد. برهمن گفت سیزارتا چرا انتظار می‌کشی؟ سیزارتا گفت تو خود بهتر می‌دانی. آیا می‌خواهی بدین گونه در این جای برپا بایستی تا اینکه صبح طلوع کند، روز شود و روز به شب گراید؟ من برپا خواهم بود و صبر خواهم کرد. سیزارتا در آخر خسته می‌شوی. خسته خواهم شد. سیزارتا تو به خواب خواهی رفت. نه، به خواب نخواهم رفت. سیزارتا تو می‌میری. آماده مردن میباشم. پس مرگ را بر اطاعت از پدر ترجیح می‌دهی؟ سیزارتا همیشه مطیع پدر بوده است. در این صورت ارادت را تغییر نخواهی داد. سیزارتا آنچه را که پدر بگوید به جای خواهد آورد. اولین روشنایی صبح به درون اتاق تابید و برهمن دید که زانوان سیزارتا اندکی به لرزه در افتاده، اما در وجناتش تزلزلی پیدا نیست. دیدگان سیزارتا در جاهای دور سیر می‌کردند. آن وقت برهمن متوجه گردید که سیزارتا بیشتر از این نمی‌تواند با وی بماند. به خوبی دید که سیزارتا او را ترک کرده است. آن وقت شانه‌هایش را لمس کرده و گفت تو به جنگل می‌روی و سامانا می‌شوی. اگر سعادت را در جنگل یافتی بازگرد و راز آن را به من نیز بیاموز و اگر آنجا را نیز سرابی دیده و ناامید شدی به نزد من بازگرد. آن وقت به اتفاق یکدیگر به ایزدان فدیه خواهیم داد. حالا برو و مادرت را ببوس و به او بگو که کجا می روی
حال دیگر موقع آن رسیده که من به رودخانه رفته و غسل اول صبح را به جا آورم. دست از شانه فرزند برداشت و به خارج رفت. سیزارتا وقتی که به راه افتاد تلو تلو می‌خورد. به هر صورت حرکات خود را تحت اراده درآورد و به پدر تعظیم کرد و به نزد مادر شتافت تا آنچه را که دستور داشت به عمل آورد. هنگامی که با زانوان بیحالش به آهستگی از شهری که هنوز از خواب بیدار نشده بود دور میگشت، در سپید دم صبح سایه‌ای منحنی از پشت آخرین کلبه شهر به دنبال وی افتاد. این گویندا بود. سیزارتا تبسمی کرد و گفت بالاخره آمدی. گویندا گفت بله آمدم. و این خلاصه کوتاه از بخش اول این کتاب بود. من گفته کوتاهی رو هم از مترجم این کتاب برای شما میخونم. البته زیاده ولی من مقدار کوتاهی رو برای شما میخونم و کتاب رو تمام میکنم. به نام آنکه جان را فکرت آموخت. سیزارتا داستان برهمنزاده جوانی است که به اتفاق دوست برهمنش برای جستجوی حقیقت و دانستن وظیفه انسان در زمین خانه و پدر و مادر را ترک گفت و به مرتازان جنگل پیوست. در جنگل به فن ریاضت و تفکر به شیوه مرتازان پرداخت و سخت کوشید تا نفس یا مانع راه نیل به حقیقت را از بین ببرد. ولی هرچه بیشتر در این مرحله پیش رفت و هرچه بیشتر نفس را تحت انقیاد درآورد دید که به همان اندازه اول از حقیقت به دور است و ریاضت راه وصول به مطلوب نیست. در این هنگام شایعی شنید که کسی به نام گوتاما یا بودا به آخرین مرحله کمال انسانی رسیده و حقیقت را دریافته و به سعادت و صلح و صفای مطلوب رسیده است. وی اینک راه حقیقت و رستگاری را به جهانیان نشان می‌دهد. موعظه می‌گوید. مردم بسیاری به دور وی گرد آمدند و از برکت انفاس و تعالیم او بهره می‌برند. سیزارتا و دوستش نیز برای دیدن بودای اعظم گروه مرتازان را ترک کردند. وی بودا را دید و از مشاهده پیکر و رفتار و طرز نگاه و تبسم و جلال و شکوه او که فقط مختص اهل صفاست به شگفتی درآمد و روز بعد به مواعظ آن دانشمند یگانه گوش فراداشت. بودای اعظم در آن روز از درد و رنج صحبت کرد و جهان را جز رنج نمیدید، ولی راه رهایی از آن را نیز یافته بود. وی 4 اصل اعظم را شرح داده بود و راه نجات با طرق 8گانه را به حضار می نمود. سیزارتا و دوستش گویندا در جمع حضار قرار گرفته بودند. گویندای جوان چنان تحت تاثیر تعالیم بودا قرار گرفت که در همان مجلس سوگند وفاداری و بیعت با وی را یاد نمود و در زمره پیروان وی داخل گردید. اما سیزارتا با مواعظ و تعالیم گوتامای بودا هم عقیده نشد و روز دیگر بودا را از افکار خود مطلع ساخت و گفت که در سر آنچه را که تو در ساعت تنویر فکر از آن گذشتی در تعالیمت یافت نمی شود و دانش چیزی نیست که از کسی به کسی دیگر منتقل شود و رستگاری را نیز با تعالیم نمی توان به دست آورد. از آن به بعد سیزارتا در طلب خود شد و دیگر در صدد نفی نفس بر نیامد. در شهر با زیبارویی آشنا شد و از وی درس عشق و محبت را فرا گرفت. با بازرگانی دوست و همکار شد و به بازرگانی پرداخت. خود را به دست شوریدگی عشق و محبت که از کنار کماله زیبا بهره می گرفت و به آشوب آز و طمع که از بازرگان فرا گرفته بود سپرد. این دوره نیز با احساس نفرت و انزجار به پایان رسید و سیزارتا دید که مدتی دراز به پوییدن راهی نامیمون مشغول بوده است. آن وقت خانه، شهر، کماله و بازرگان را ترک گفت و به جنگل وارد شد و در کنار رودخانه‌ای در صدد خودکشی برآمد. آنگاه که خود را برای رهایی از آن همه نفرت و انزجار به درون رودخانه خم کرده بود، از رود آواز اوم یا روح کلمات که معنی ذات اکمل یا خدا را می‌دهد شنید و
جنون کاری را که در شرف انجامش بود به معاینه دید. با احساس خستگی به خواب رفت. پس از بیداری نیروی دیگری در خود یافت و جهان را چون کودکی که تازه متولد شده باشد دید. همه چیز زیبا، همه چیز خوب و همه چیز دوست داشتنی بود. وی مصمم شد که در کنار رود بماند. نزد قایقران پیری رفت و از وی خواست تا او را به عنوان شاگرد یا دستیار خود بپذیرد. قایقران درخواستش را اجابت می کند. وی مردی پارسا و متقی بود و به رودخانه ایمان داشت و رودخانه با وی صحبت می کرد و راز حقیقت را به قایقران پیر می گفت. وی فن گوش فرا داشتن و از رودخانه چیز فرا گرفتن را به سیزارتا یاد داد. زمانی پس از آن کماله زیبا با پسری که از سیزارتا پیدا کرده و در راه زیارت بودای اعظم که اینک مشرف به موت بود بدان رود آمد. ولی در آنجا ماری وی را بگزید و وی در بستر سیزارتا در حالی که او را چون بودای اعظم می‌دید جان سپرد. سیزارتا با آمدن پسر خود را شاد تصور می‌کرد، اما ناصبوری، بدخلقی، بی‌ادبی و شیطنت پسر صلح و صفا و زندگی این دو پیر پارسا را به هم زد و بالاخره روزی پسر پدر را به باد دشنام گرفت و کلبه ایشان را ترک گفت. رفتار و کردار پسر زخم عمیقی در درون سیزارتا پدید آورد. اینک سیزارتا گرفتار عجیبترین و قویترین عواطف انسانی یعنی عشق شده بود. وی عشق سرشاری به پسر خود داشت و تا به دوری او را نمی آورد. روزی مصمم شد تا برای یافتن او به شهر برود، اما هنگام عبور از رودخانه رود بر او و به رنجش خندید. آن وقت سیزارتا قایقران را از آنچه که شنیده بود مستحضر گردانید و قایقران پیر او را به کنار رود برد و گذارد تا بهتر گوش فرا دهد. آنگاه از میان آواز هزار آهنگ رود، از میان آن همه غوغا و شوریدگی یک کلمه که روح همه آوازها و شوریدگی ها بود بشنید. این کلمه مقدس بود. چون قایقران دریافت که سیزارتا نیز بالاخره به کمال مطلوب رسیده و راز حقیقت را دریافته است، به جنگل رفت تا خود نیز با ابدیت و وحدانیت جهان یکی شود. سیزارتای پیر در یکی از آن روزها دوستش گویندا را دید که پیر و سالخورده شده بود، اما هنوز در جستجو می باشد. آن وقت وی را از افکار خود مطلع ساخت و با بوسه ای او را از جاویدانی و یگانگی جهان با خبر گردانید. این داستان فلسفی نثری شاعرانه است که هرمان هسه در سال 1923 پس از مسافرت هندوستان به رشته تحریر درآورد. زیبایی گفتار و عمق مطالب این داستان با سادگی بی‌نظیر و نثری شعرگونه نوشته شده است و بدین جهت ترجمه آن به راه بسیار مشکل می‌سازد. هرمان هسه شاعر و نویسنده بزرگ معاصر در 2 ژوئیه 1877 در شهر کالوی آلمان از پدری از اهالی استونی در ساحل دریای بالتیک و مادری سوئیسی فرانسوی زبان متولد می شود. پدر و مادر هرمان هر دو به امور تبلیغی مذهبی اشتغال داشتند و خود او نیز در سنین جوانی همین کار را می کرد و مدتی نیز در شهر پال کتاب فروشی داشت. هرمان از جوانی به مسافرت‌های دور و دراز پرداخت و سرانجام در سوئیس مسکن گزید و به تبعیت آن کشور درآمد. اولین اثر او مجموعه شعری است که در 1914 نگاشته شده و 2 سال بعد انتشار می‌یابد. در این مجموعه روح آزاد و صلح‌پرست او به خوبی شرح داده شده است، اما مجموعه مزبور مورد انتقاد شدید اولیای امور آن وقت آلمان قرار می‌گیرد و از آن وقت هرمان از آلمان به دور می‌رود. بعد از مدتی داستانی به صورت شرح حال از خود انتشار می‌دهد که بسیار مورد توجه مردم قرار می‌گیرد. شهرت او و محبوبیت او اینک بسیار زیاد شده بود و وی با نام مستعار امیل زینگلر داستان‌ها و مجموعه‌های زیبای شعر منتشر می‌نمود. پس از آن وی اثرات زیبایی چون سیزارتا، گرگ بیابان،
گروترود دانشمندی از مشرق زمین و آقای لودی یا بازی با مهره‌های شیشه‌ای را انتشار می‌دهد. در سال 1945 جایزه ادبی گوته و در سال 1946 برای کتاب آقای لودی یا بازی با مهره‌های شیشه‌ای جایزه ادبی نوبل به وی اهدا می‌شود. هرمان هسه بیشتر از هر چیزی شاعر و نویسنده‌ای است که عشق سرشار به آزادی فکر و عمل به جهان و جهانیان دارد و شور این عشق از خلال سطور آثارش چه نظم و چه نثر مشاهده می شود. وی به خوبی بدین نکته واقف است که کشمکش یک فرد بشر و علل خصوص شاعر بیشتر از هر چیز با خودش می باشد و باید خودش را بشناسد و می تواند دیگران را دوست داشته باشد و ایجاد نشاط کند. در شرح این احساس وی نیز مانند بیشتر نویسندگان رمانتیسم آلمان قهرمانان داستان را تا به آخرین حد شوریدگی و آشفتگی یعنی جنون خودکشی می‌کشانند. این حال در اغلب داستان‌های هرمان هسه دیده می‌شود. من داستان سیزارتا را در شهر لاهور خواندم و آن را به فارسی ترجمه کردم. چون این ترجمه به پایان رسید، دوست عزیز خانم پروفسور دکتر ماریان شومل استاد الهیات دانشگاه آنکارا به لاهور آمدند. ایشان را از پایان رسیدن این ترجمه با خبر گردانیدم. ایشان دوستی زیادی نسبت به آقای هسه داشته و دارند و در طی نامه‌ای مرا به ایشان معرفی کردند و بعداً من نامه زیر را به عنوان آقای هسه نوشتم. لاهور، سپتامبر 1958. امیدوارم که از این خلاصه کوتاهی که برای شما خوندم لذت برده باشید و این کتاب رو برای خودتون حتما تهیه کنید. روشنای راه مسیر آگاهی و زندگی شما خواهد شد. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.